آرزو و اراده دو عامل مهمی هستند که پیوسته شخصیت انسان را تحت تأثیر خود دارند. ریشه استقامت یا تزلزل انسان هم به همین دو عامل برمیگردد. آرزو اگر آرزوی خاکی بود و آرمان خاکی بود، انسان را در همون جایگاه خاکی نگه می‌دارد. اگر این آرزو یک آرزوی متعالی بود، انسان را ورای خاک نگه می‌دارد، به اوج می‌برد. این خیلی در بعد تربیتی مهم است. خب اراده انسان هم تابع تعلق انسانه. تعلق نقش محوری را در اراده دارد. شما اگر دیدید، اگر خواستید بفهمید، بشناسید انسانها را و قدرت و ضعف اراده اونها را کشف کنید، باید به تعلق اونها نگاه کنید، ببینید آیا تعلق اونها یک تعلق والا و بالایی است یا یک تعلق محدود است. وقتی که میخوان تعریف از انسان بکنن یا انسان را تعریف بکنند، میگویند انسان موجودی است متحرک که حرکت او در نتیجه تعلق اوست. تعلق به اشیاء خاکی انسان را خاکی میکند، تعلق به موضوعات متعالی انسان را مافوق خاک قرار میدهد، به متعالی میکند. هر کجا در زندگی ها، در شخصیت ها، در انسان های اثرگذار کاوش بکنید، شما به این نکته میرسید.